اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. وطندارای عزیز، هموطنان عزیزم، برادران خواهران گرامی، از هر کجایی که هستید و تشریف آوردید، از پامیر زیبا تا وادی هریرود، از بلخ تا بامیان، از ننگرهار تا نورستان، از آمودریا تا هیرمند، و برادرایی که امروز در مجموع ما و جمع ما در اینجا امروز جمع شدیم، همچنین وطندارا و برادرها و خواهرهای عزیز ما که از طریق رسانه ها مشاهده میکنن و در اقصا نقاط کره خاکی هجرت نموده و مهاجر شده اند، که بدون شک هجرتشان کمتر از مجاهدت و مهاجر مقامش در نزد پروردگار کمتر از مجاهد نیست. الله اکبر. الله. علمای کرام، رهبران و فرماندهان جهاد و مقاومت، متنفذین، روشنفکران، استادان مکاتب و دانشگاه ها، کسبکاران، کشاورزان، بازرگانان، محاسن سفیدان، مردان، زنان، جوانان، نوجوانان و کودکان عزیزی سرزمین و همچنین فرزندان و خانواده های عزیز شهدا که نور چشم، برکت و نعمت تک تک ما و شما هستند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از این که بیاییم صحبت بکنیم، لازم است یادآوری بکنم که میفهمم هوا گرم است، هفته و سوزان است، آب کم است، اما ما و شما در دره زیبا و سرسبز پنجشیر قرار داریم. در دهه محرم که تسلیت میگم به تمام مسلمین جهان، رسیدن عاشورا و تاسوعای حسینی را، ما امروز در دشت کربلا و گرمای سوزان کربلا نیستیم، در دره پنجشیر هستیم. انشالله قابل تحمل است. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. همچنین گرمای اینجا، گرمای آفتاب، به اندازه آتشی که رهبر ما و تو، قهرمان ما و تو، پشتیبان ما و تو در او آتش جان باخت، به اندازه آتشمون بم سوزانده نیست. انشالله ما توی تحملش داریم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. جمع شدن امروز ما به خاطر نوشتن تقدیر خود و تعیین سرنوشت خود هست. الله اکبر. با درود بر روان پاک طلایه‌داران جهاد و مقاومت و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، رهبر شهید پروفسور برهان الدین ربانی، قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، مرحوم مارشال صاحب قسیم فهیم، شهید استاد عبدالعلی مزاری، شهید مولا نقیب آخوند، شهید صفی الله افضلی، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید عبدالرحیم غفورزی، شهید مطلب بیگ، شهید احمد خان سمانگانی و هزارها شهدای نشاندار و گمنام این مملکت که جا دارد اسم تک تکشان گرفته شود، اما به خاطر ضیقی وقت در اینجا درود میفرستیم به تک تک روانهای پاک اونها. در این حال امروز بار دیگه دشمنهای قسم خورده ای سرزمین حادثه
خطرناک و المناک دیگه در کابل خلق کردند. با درود بر روان شهدای حملات تروریستی 18 سال اخیر تا همین صبح امروز و سلام و احترام به پاسداران استقلال و آزادی، نیروهای با عزت و با غیرت امنیتی ما و شما که چون مجاهدین و مقاومتگرای دمرو دیروز امروز در مقابل دشمنهای قسم خورده مدافع ارزشهای ملی و میهنی ما و شما و باورهای اسلامی و دینی ما و شما به حفاظت و صیانت از کیان مملکت ایستاده هستند. و سلام و درود خود را خدمت او عزیزایم میفرستم که جانهای عزیزشان در طول 40 سال مبارزات بر حقی مردم نصف از جان، دست، پای، چشم از دست دادن، معلولیت را قبول کردن اما اسارت و مزدوری را قبول نکردن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. به تمام این عزیزا و این برادرها و خواهرای عزیز ما که نشانه های از فداکاری و غیرت و غروری ملت و همچنین نشانه زنده ظلم ظالمین و فساد و فتنه دشمنان این مملکت به این مملکت هستند، به تک تک وام سلام عرض میکنم. به تمام حاضرین محترم این مجلس، برادرها و خواهرای عزیزی که از اقصا نقاطی کشور امروز اینجا تشریف آوردن برای تجدید پیمان و تعهد دوباره و ایستادگی دوباره و تعیین سرنوشت دوباره خرد و کلان افغانستان، مرد و زن افغانستان، به تک تک شما خوش آمدید میگم، خوش آمدید، صفا آوردید. هموطنان عزیز، وقتی امروز این جمعیت بزرگ و این جمع با غیرت و با عزت و پرشور و غیور میبینم، مرا به یاد و خاطرات 18 سال پیش برد که با هم در میان سیلی از اشک و غم با حضور رهبران جهاد و مقاومت با سینه پر از درد رهبر خود را به دامن خاک سپردیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و او روز فریاد زدیم همه ما و شما که ای خاک تیر دلبر ما را عزیز دار، این نور چشم ماست که در بر گرفته ایم. وقتی که تمام شما دوستا را میبینم یاد او روز میفتم که هر چقدر برادرای امنیتی کوشش میکردن مردم را متفرق بسازن، خبرها و راپورهای سخت و خطرناک می آمد که دشمنها تصمیم به بمبارد دارن، تصمیم به حادثه المناکتر و بزرگتر دارن، اما هیچ کس بر ثانیه در فکر زندگی خود نبود، در فکر جان و در فکر گرما و در فکر تشنگی نبود. میخواست برای آخرین بار با جسم بیجان رهبر و قهرمان خود وداع بکنه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. او روز یک کودک 12 ساله بودم که در کنار تک تک شما آرزوها، خاطرات، باورها، آرمانها و اهداف قهرمان ملی را در سینه خود نگه داشتیم و او را به سینه خاک سپردیم. امروز ایجا جمع شدیم یک بار دیگه که او آرمانها و اهداف را سینه خود بیرون بکنیم، با هم شریک بسازیم و با توکل پروردگار و حمایت مردم اونمو اهداف، اونمو آرمانها
و امو خط انشاءالله تعقیب بکنیم ما و شما. خالد دوران ماستید، بر دردهای کونه تو درمان ماستید، برخیز و سبق کشکی همه انتظار دوست، نور دیده من و یاران ماستید، چندان نحل تاجوک و یک قوم و یک وطن و افتخار کشور افغان ماستید. سالنگی هم که بر ضد دشمن انتظار از بر این که توفه آرمان ماستید. ماشاءالله ماشاءالله، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سلامت باش. او روز همه ما با نگرانی و تشویش به خیل عظیم از عزادارا به نظاره ششته بودیم و کل ما دست زیر آلاشه و جگرخون همگی ششتیم که خدایا سرنوشتی مملکت و این ملت و آینده ای آرمان و ای هدف و ای خط بدون ای قهرمان چطور خواهد شد. امروز خداوند را سپاسگزار هستم که بعد از گذشت 18 سال در همین نقطه در جوار مرقد مطهر امی قهرمان و امی شهید ما یک بار دیگه اینجا جمع شدیم و اینجا اعلان میکنیم و ای را به یک ترتیب شهادت میگیریم که راه و آرمان قهرمان ملی کشور در طول این مدت نه تنها از بین نرفت، گم نشد، محبوبیت خود از دست نداد، که امروز محبوبتر، دیگه پر رهروتر، با عزتتر، حتی فراتر از مرزهای کشور ما ای آرمان ها و اهداف و بیرون رفته. سلامت، یک دنیا سپاس. لازم میدانم که پیش از آمدن به بحث های اصلی ما و شما از مادر عزیز و مهربانم، خواهران عزیزم، پدرکلان مادرکلانم، کاکاها، ماماها، خالهها و عمه‌ها و تمام اعضای خانواده که پس از شهادت قهرمان ملی کانون خانواده ما را گرم نگه داشتن و نگذاشتن که سختی های پس از دست دادن یک پدر بر فرزندانش سخت تمام شود و امی کانون گرم نگه داشتن. امیجا از تک تک اونا تشکری بکنم و سلام های گرم اونا را خدمت شما برسانم. در این حال از تمام همسنگران و یاران پدرم که جمع کثیرشان اینجا هستند، جمع دیگه به خاطر مشکلات، سفرها و هزار یک دلیل دیگر با اینکه علاقه داشتن میخواستن امروز این جمعرای ما جمع باشن، نشد. از تک تکی دوستا که در طول 18 سال در نظام سازی و توسعه سیاسی کشور، چه در مرکز و چه در ولایات، چه در سکتور خصوصی و چه در دولت و چه در اپوزیسیون تلاش کردن و نقش سازنده داشتن، تشکری بکنم. خانه تان آباد، یک دنیا سپاس. در عین حال امروز برادرای زیاد استاد شدن و حمایت خود از حرکت مردمی شما، از حرکت مردم ما، از احیای دوباره آرمانهای قهرمان ملی اعلان کردن. از تک تکشان امروز سپاسگزار هستم. به یاد دارم 3 سال قبل قانونیس بزرگوار و دوستای دیگه تشریف آوردن و حرفشان همی بود که ما یک نقطه وحدتی را باید ایجاد بکنیم. مردم ما نقطه وصلشان و وحدتشان احیای دوباره آرمان قهرمان ملی و امی آدرس است. به خاطر امی تعهدشان، به خاطر امی استمرار در امی برنامه و هدفشان و به خاطر کلانی و بزرگیشان تشکری میکنم. خدا حفظتان بکنه و از تمام دوستایی که امروز اعلان کردن. در طول مدت 2-3 ماه گذشته مشوره های را در پنشیر، پروان، کاپیسا، کودامن انجام شد که انشالله دامنه مشورات و همکاری ها را
تا تمام ولایت انشالله گسترده‌تر می سازیم. اما لازم می دانم از اعتماد و حمایت بیدریغ حوزه جهاد و مقاومت در سراسر کشور تشکری بکنم و از حمایتشان، حضورشان و برنامه‌های قویشان در راستای همکاری حرکت جدا ممنون هستم. الله اکبر. پنجشیر ای دژ تسخیر ناپذیر و خانه جهاد و مقاومت و خانه ملت امروز با حضور شما سرسبزتر و رنگارنگتر شده و یک بار دیگه تشریف آوری همه را به این دژ تسخیر ناپذیر که انشالله همی قسم با عزت تسخیر ناپذیر و مهد جهاد و مقاومت و اسلام انشالله باقی مانده و تا آخر باقی بمانه. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. هموطنان عزیزم، اضافه از 40 سال از مبارزات بر حق مردم ما و شما در مقابل تجاوزات مستقیم و غیر مستقیم بیرونیا میگذره. 40 سال است که ملت ما در راه ایمان به خدا، آزادی، عزت کشور و دفاع و صیانت از تمامیت ارضی، اعتدال اسلامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، قانونمندی و نظامگرایی، عدالت و توسعه که تار و پود مبارزه را تشکیل میداد میگذره. ایره میخوایم به مجرد اعلان بکنم امی اهدافی که اعلان شد تار و پود و مبارزه قهرمان ملی جهاد و مقاومت ما را تشکیل میداد، امروز اینمی تار و پود مبارزه جدید ما را انشالله تشکیل خواهد داد. والله اکبر. الله اکبر. امروز وقتی میگیم که ما جمع شدیم، ما بزرگتر از هر حزب و تنظیم و گروه و قوم و سمت و ولایت و پنجشیر و قندار و بامیان و ارزگان از برادران، ما تمام کسانی هستند که اضافه از 40 سال به خاطر آرمانهایی که گفته شد و یادآوری کردیم با تمام فراز و نشیبها ثابت و استوار باقی ماندن برادران. مایی که میگیم امروزی جمع شدیم در تاریک ترین روزها، در وقتی که جهان ما را تنها گذاشته بود و به تنهایی در مقابل حملات ددمنشانه تروریستان، افراطیون و دشمنای قسم خورده این مملکت استاد شده بودیم، زیر چتری به نام جبهه متحد ملی به رهبری و زعامت واحد جمع شده بودیم، با وحدت و یکدلی و شجاعت در مقابل تمام متجاوزین استاد شدیم. این ما اونمو ماست. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اگرچه که 18 سال گذشته و در طول 18 سال گذشته توطئه‌های فراوانی موجود بود، از ترورهای زنجیره‌ای گرفته که ما بهترین و صادقترین و وفادارترین یاران قهرمان ملی را از دست دادیم، تا به حاشیه کشاندن شخصیت‌های با درایت ملی و مردمی و تا به سخره گرفتن فرایند انتخابات و مردم سالاری که یکی از اساسات نظام ما را تشکیل میده، میبینیم که امروز هنوز داعیه ها، باورها و ارزش های مردم ما با وجود این مقدر توطئه ها به حمد الله زنده است. هنوز ما با وجود تمام این توطئه ها قویتر، بزرگتر، مصممتر و محکمتر از گذشته نسل نو و بیداری از دختران و پسران جوان این مملکت با خود داریم که به هیچ چیزی کمتر از حق مسلم اسلامی و انسانیشان راضی نیستند. هموطنان عزیزم، امروز به خاطر چند مسئله مشخص اینجا جمع شدیم. بحث اول ما و شما تجدید پیمان
با آرمانهای قهرمان ملی و تقویه وحدت ملی کشور ما که متاسفانه در طول این مدت مخصوصا سالهای اخیر به شدت ضربه خورده و احیای ارزشهای جهاد و مقاومت امروز اینجا جمع شده. آرمانهای قهرمان ملی کشور بسیار ساده، روان و سلیس است و بارها او آرمانهای خود با مردم خود و با دنیا شریک ساخته. قهرمان ملی کشور آرزوی آزادی و آبادی کشور خود داشت و ما و خودت هم امروز پیمان میکنیم که ما در پی آزادی و آبادی کشور خود هستیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. او در پی ایجاد نظام معتدل اسلامی بود و ما نیز خواستار نظام معتدل اسلامی هستیم. او راه حل مشکلات پیشروی کشور در وحدت ملی میدید و وحدت ملی را در عدالت اجتماعی میدید. ما و خودتم وحدت ملی را میخواهیم که در او عدالت اجتماعی موجود باشه. بدون عدالت اجتماعی وحدت ملی ممکن پذیر نیست. الله اکبر، الله اکبر. متاسفانه در مدت 18 سال گذشته به دلیل منافقات دشمن اختلاف‌های در حوزه و خانواده جهاد و مقاومت ایجاد شده. امروز آمدیم و آماده هستیم که جمع شویم تا نقطه وصل و اتحاد بین مردم خود، بین ملت خود و حوزه و خانواده جهاد و مقاومت باشیم. در طی 4 دهه گذشته به دلیل دخالت‌های بیرونی، جنگ‌های مختلف، سیاست‌های تفرقه انگیز، وحدت ملی ما و شما به شدت ضربه خورده. یکی از آرمان‌های پدر من احیای وحدت این سرزمین بود و ما وعده میکنیم، تعهد میکنیم با ملت خود، با خدای خود و با قهرمان ملی خود که ما در این راه و در مسیر احیای وحدت ملی و تقویت وحدت ملی کشور کوشا باشیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. وحدت ملی را دلیل اصلی، محرک اصلی پیشرفتی کشور، ثباتی کشور و موفقیتی کشور میدانیم. مسئله دومی که امروز آمدیم اینجا شریک شویم داستان انتخابات از وطن داره. انتخابات ما هم از نتیجهش تشویش داریم و نگرانی، هم از شفافیتش تشویش داریم و نگرانی و هم از مدیریتش تشویش داریم و نگرانی. متاسفانه قسمی که اطلاعات میرسانه نتیجه انتخابات دستخوش تقلبات و تغییرات گوناگونی خواهد شد که یک بار دیگه همینجا اعلام میکنیم که این خیانت بر رأی مردم و تصمیم مردم است. مردم خود حاکم تعیین سرنوشت خود هستند. با رأی مردم و تعیین مردم بازی نکنیم. دخالت در انتخابات و خیانت در رأی مردم باعث بی‌ثباتی کشور و بی‌اعتمادی مردم به این روند ملی و ناکامی پروسه مردم سالاری خواهد بود. امیدوار هستیم که از این جلوگیری شود. در عین حال باور داریم که و این حرف و پیام و مشوره شما بود در مدتی که ما جلسات مشورتی خود داشتیم. حوزه جهاد و مقاومت و هر کسی که پیرو خط رهبر شهید پروفسور برهان الدین ربانی و قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود است و تمام شهدای دیگر خواستار کاندید واحد، روایت واحد و خط واحد هستند. من اینجا قول میتم که در این راستا تلاش خود را صادقانه به نمایندگی از شما انجام میتم. الله اکبر. لطفتان است. این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب
کمربند کرده است. جهان سپاس، یک دنیا سپاس. تا وقتی که دستهای ما و شما کمربند شده باشه در کمر همدیگر برای اتحاد و عزت ما، برای انسجام و یکجایی ما، و تا وقتی که این دستها کمربند شده باشه بر آرزوها و آرمانها و اهداف قهرمان ملی که در جوار مرقدش هستیم، انشالله پیروزی نصیب ما و شماست و انشالله رضای خداوند این بخشد. گپ سومه که در ارتباط انتخابات دارم وطندارای عزیزم، خسته خو نشدین انشالله؟ ماشاءالله ماشاءالله. هر وقتی که ما از استادگی بر حق ما، از تلاش بر حق ما، از مبارزه بر حق ما خسته شدیم، اون وقت شکست نصیب ما میشه. انشالله کسی که خسته نیست اینجا. ماشاءالله. حرف سیوم در ارتباط انتخابات اینمیز وطندارای عزیزم، برادرها و خواهرها و مجاهدین گرامی، که انتخابات به باور ما در شرایط صلح واقعی و با عزت و سرتاسری که زمینه مشارکت همگانی تمام مردم ما را مهیا بکنه، او را بهتر میدانیم، صلاح میدانیم، و او انتخاباتی که در شرایط فعلی باشه او را چندان به نفع ملت، مردم و کشور خود نمیدانیم وطندارا. و در این راستا تقاضا و پیشنهاد و مشوره ما از تمام سیاسیون با عزتی سرزمین و صادقی سرزمین همین است که فرصت طلایی که داستان صلح بر ما به وجود آورده، که اگر مدیریت درست شود، اگر نمایندگی و نمایندگان واقعی مردم حضور داشته باشند، میشه که نتیجه او اختتام جنگ و خونریزی باشه انشاءالله. و خواستار مهمیس و تشویق و مشوره ما که در راستای صلح همکاری بکنن و این فرصت قربانی کمپاین های انتخاباتی نسازن. ملت ما از خونریزی، از قتل، از کشتار خسته شده و خواستار پایان جنگ است. ملت ماست ملت صلحجوست. این اشتباه گرفته نشه که ملت ما باز از مبارزه بر حقشان قدم و سانتیمتر عقب کش میکنن. به هیچ عنوان. ما در صورت نیاز به مبارزه خود ادامه میتیم و در کنار نیروهای امنیتی خود استاد هستیم، اما مثل پدر خود همیشه این جنگ بوده که بر ما تحمیل شده، ولی دست ما همیشه به سوی صلح واقعی و دوستی واقعی همیشه دراز بوده. الله اکبر، الله اکبر. حرف سوم ما برادرها در ارتباط صلح است. ما صلح یک امر الهی، سنت دینی و نیاز ملی میدانیم. هیچ وقت به دنبال نزاع و جنگ نبودیم. امو قسمی که پیشتر گفتم، قهرمان ملی کشور، استاد شهید و تمام شهدای ما همیشه حرفشان ای بوده که این جنگ بوده که بر ما تحمیل شده. ما هیچ وقت علاقمند جنگ، علاقمند ادامه جنگ نبودیم و همیشه مبارزه و جهاد ما جهاد دفاعی بوده. هیچ وقت تجاوزی نکردیم، ظلمی نکردیم. ما مدافع مردم و سرزمین و ملت مظلوم افغانستان بودیم. باز هم در عین حال که جنگ بالای ما تحمیل شده بود، نمونه های بیشماری داریم از تلاش های سران جهاد و مقاومت به خاطر صلح که به خاطر ضیاع وقت فقط به 3 تاش من اشاره میکنم. یک، وقتی که قهرمان ملی تلاش کرد بر اختتام جنگ بین حزب اسلامی و دولت اسلامی. وقتی که 2، قهرمان ملی یک و تنها بدون سلاح و مسلح و بدون ارتش و نیروها و تانک و توپ به مرکز و به کمپ طالبان میره در میدان شهر، فقط با یک نیت که بیا مملکت یکی، کشور یکی، مردم یکی، در ظاهر حرف تو اسلام او هم در قلب ما یکی، در ظاهر حرف تو شریعت اسلامی در قلب از ما او هم یکی، بیا که جنگ خاتمه بتیم بریم به طرف صلح. این مثال دوم که متاسفانه نشد. مثال سوم ما وطندارا و برادرها، تلاش های رهبر
جهاد مقاومت ما شهید صلح استاد پروفسور برهان الدین ربانی در رأس شورای عالی صلح که دمی راستا جان شیرین خود داد، اما تا آخرین لحظه حرفش صلح بود و صلح، و همیشه زبانش امی بود که فصله بین اخویکم، بین برادرایتون صلح بیارین. تلاششان و کوشششان دمی راستا بود. هیچ کسی نمیتونه که این تلاش های 25 ساله سران جهاد مقاومت که در راستای صلح و صلحجویی، خیر و خیرها خواهی و اتمام جنگ بوده نادیده بگیره و این ملت با عزت و این مردم با عزت متهم به جنگ سالاری و جنگ ستیزی بکنه. ما ملت صلحجو هستیم، در عین حال ملت مبارز و مبارزه بر حق داریم. در عین حالی که الله اکبر در عین حالی که صلح یک فرصت طلایی میدانیم و یک صفحه جدید برای آرامش سعادتی سرزمین، اما نگرانی های جدی هم در قبال پروسه فعلی صلح مطرح است. ما به دنبال صلح با عزت هستیم. همون قسمی که قانونی صاحب بزرگوار اعلان کردن. در طول مدت چند هفته گذشته برادرها حتما و خواهرای عزیزم شاهد بودین که تلاش های را تمام برادرای حوزه جهاد و مقاومت، از قانونی صاحب، استاد محترم استاد صاحب سید سفیر صاحب و تا برادرای دیگه امید صاحب و تمام دوستا تلاش کردیم همگی که تا از حوزه جهاد و مقاومت در داستان صلح نمایندگی مشترک، حرف و باور مشترک و آجندای مشترک باشه انشالله. و در اینجا نماینده های شما نماینده های با عزتی باشند که در راستای آمدن صلح واقعی و صلح با عزت تلاش میکنند. که الله اکبر الله اکبر الله اکبر که بعد از ملاقات های گوناگون الحمدلله همه برادرها را هم فکر، جنرال صاحب دوستم بزرگوار، فرزند با عزتشان، حزب جنبش و تمام دیگه دوستایی که دیگه به خاطر زیقی وقت اسمشان گرفته نمیشه، همه را هم فکر، همه را در ای داستان متحد و همه را استاده و مقاوم یافتم و امیدوار هستم انشالله به نمایندگی شما و امی حرکت انشالله به قول امید صاحب مقاومت دوم، ایستادگی دوم، بتانیم از شما نمایندگی درست، چیزی که در شأن و شوکت و دیگه برای ارزش شماست انشالله نمایندگی بکنند و دوستان بتوانند که صلح با عزت در این سرزمین بیارند که نتیجه فوری آن ختم خشونت و خونریزی می باشه. الله اکبر الله اکبر. از نظر ما صلح با عزت صلحی است که هیچ یک از طرفهای درگیر در نتیجه صلح احساس خطر و تحقیر نکنند و صلح دو به معنای ختم دائمی جنگ در افغانستان باشد که امیدوار هستیم و دعا میکنیم این گونه باشه. قدم بعدی صلح هیچ گروهی نباید بعد از صلح هیچ گروه سلاح در دست داشته باشند و به خاطر اهداف سیاسی و باورهای خود دست به سلاح و خشونت بزنند. در عین حال ما خواهان صلح پایدار نیز هستیم وطندارا و صلح پایدار حالتی است که زمینه های به وجود آمدن هر گونه بحران دیگره و بحرانزایی و ایجاد بحران های دیگره دیگه او را چه بکنه؟ خاتمه بده. به نظر ما یک از عوامل اساسی بحران در کشور ما ساختار متمرکز قدرت از وطندارا. تا وقتی این مشکل حل نشه، تا وقتی ما ساختار متمرکز در قدرت و این مشکل و معضل چند صد ساله مملکت حل نکنیم، صلح به معنای ختم جنگ شاید باشه، به معنای ختم بحران، به معنای پیشرفت افغانستان، به معنای وحدت افغانستان نیست. خدا بسیار. به نظر ما ساختار متمرکز بوده که همیشه باعث فساد،
استبداد، بی‌ثباتی، عقب ماندگی، فقر و در نهایت جنگ شده. این همیشه ساختار و سیاست ارگ و مرگ بوده وطندارا که همیشه باعث شده چون هیچ فرصت دیگه نبوده، همه چیز در یک نقطه و در ارگ خلاصه شده بود، طرف بازنده رفته و کمک یک کشور دیگه آمده حریف خود زده و همیشه از اینمی اختلاف و سیاست ارگ و مرگ و ساختار متمرکز افغانستان دشمنها و کشورهای بیرونی استفاده کردند و اختلافات قومی و مذهبی و سیاسی و سمتی و گروهی در اینجا ریشه دوان. متاسفانه ما و به باور ما بزرگترین دشمن و خطر بر مردم افغانستان، ملت افغانستان و آینده افغانستان ساختار متمرکز قدرت است. با عنوان مثال ایره میگم که خوب دیگه همه تأثیرش برادرها شما لمس بکنین. شما فکر بکنین که در پنجشیر یا پروان، در بامیان یا ارزگان، در قندار یا نورستان، در تخار یا بدخشان، در فرا یا هرات یک مکتب خدای ناخواسته سیل میبرش یا حریق میشه، آیا والی توان تعمیری را داره؟ خیر. آیا وزیر توان تعمیری را داره؟ خیر. آیا رئیس اجرایه یا صدر اعظم توان تعمیرم یک مکتب داره؟ خیر. تمام ای باید بره در ارگ، باز از او ارگ بعد از یک سالی که طی مراحل شوه، بعد از یک سالی که در اینجا بره به امور تدارکات ملی تمام ای اوجا تثبیت شوه، باز ای بیایه در اونجا بعد از یکی دو سال تیر شدن همین مکتب دوباره پروسه بازسازی شروع شود. شما خودتان بسنجین برادرها، خواهرها، مخصوصا نسل جدید افغانستان که شما بانیان افغانستان آینده هستین. آیا با امی سیستم، با اینمی قسم یک ساختار متمرکز که کوشش میشه دیگه یک شالی را، یک موتر کلانی را یا یک حجم کلانی را از سوراخ سوزن تیر بکنن، آیا افغانستان پیشرفت میکنه؟ آیا افغانستان به عزتی که میخواد دست پیدا میکنه؟ آیا وقتی سرمایه های ولایات مختلف، مثلا معدن مشهوری که در بامیان وجود داره که طبق برآورده شاید نزدیک به 700 تا 900 میلیارد دلار سرمایه و ارزش و معدن باشه، در یک امضا تمام ای ارزش میره در ارگ و در دست ارگ و او میتونه تقسیم بکنه ثروت و قدرت. با خود مردم مظلوم امو ولایت چی شد؟ هیچ. چی از اینجا از ثروت و قدرت برش به یک ترتیبی میرسه؟ هیچ. در توسعه چی مصرف میشه؟ هیچ. لحاظا ما باورمند هستیم که باید از سرمایه های افغانستان به فیصدی قابل توجه از هر چی که معدن است و سرمایه است در خود امو ولایت هم نیز مصرف شود. این بود باور ما و فکر ما در ارتباط ساختار متمرکز و تمرکز قدرت و ثروت که تا وقتی این موزل حل نشه، حل موزل دیگه که حل شوه او قضیه جانبی است. این فرصت سال یک فرصت طلایی است برای ملت افغانستان که اینمی مشکل تاریخی و ریشه‌ای مملکت بر همیشه حل بکنه و خود از این گره که کورگره شده نجات بده، بریم به طرف ترقی، پیشرفت و همدلی. هموطنان عزیز، با این چیزایی که گفتیم دیدگاه ما در ارتباط آینده کشور چند چیز است که انشالله اگر اینا برآورده شود، کمر ما و تو بسته شود و خود تعیین سرنوشت خود بکنیم، فکر ما همیست که انشالله با حفظ تنوع زیبای قومی ما و تو، فرهنگی ما و تو، لسانی ما و تو، مذهبی ما و تو، مردم ما یک مردم یک پارچه متحد با حقوق شهروندی برابر و مساوی برخوردار از عدالت اجتماعی تبدیل خواهد شد. دو، فکر ما همیست انشالله روحیه جهاد و مقاومت به شکل منظمتر و منسجمتر با حرکت ما وشم انشالله
در تار و پود مردم ما نهادینه میشه انشالله و ما و تو ایره نهادینه میسازیم و در هماهنگی با نیروهای با عزت و غیور امنیتی کشور به قوه بازدارنده همیشگی در برابر هر گونه تهدیدی که در مقابل مردم و کشور ما میشه انشالله تبدیل خواهد شدن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. باور ما همیست که بخیر با حرکت و احیای ارزش‌های جهاد مقاومت دوباره امو دستور قرآن کریم و کلام الهی که میفرمایند و عد لهم ما استطعتم من قوه، که هرچی در توان دارین و هرچی که در قدرت دارین منسجم بسازین، جمع بسازین و خود یک دست بسازین. انشالله با تبدیل شدن ما و تو به امی حوزه و امیر روایت و انسجام حوزه جهاد مقاومت در کنار نیروهای امنیتی در صورت لزوم و نیاز همیشه نیرو و قوه بازدارنده خواهد بودیم که به دفاع از مردم و به دفاع از کشور ما استاد خواهد شدیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. حرف سوم ما تمام خشت‌های مثبتی که گذشتگان ما در دفاع و عمرانی کشور گذاشتند خشت‌های محکمی هستند که روی آن شانه به شانه نهادهای مسئول آینده را اعمار میکنن انشاءالله و مردم عزیز ما خدمات بهتر از او خواهد دیدن. حرف آخر ما و چهارم ما نظام غیر متمرکزی که در آن مشارکت اقوام و توزیع ثروت و قدرت عادلانه خواهد بود، متضمن دولتداری سالم، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، صلح پایدار و توسعه و پیشرفت کشور است و افغانستان عاری از افراطیت و مواد مخدر خواهد کرد. با حفظ و تقویه سیاست دیرینه و بی‌طرفی عدم انسلاک انشاءالله باور ما است که با در نظر داشت توازن و تعادل در روابط خارجی ما کشور ما انشاءالله به یک سکوی صمیمیت و همکاری در منطقه و جهان تبدیل خواهد شد که یک فصل نو در سیاست خارجی این مملکت انشاءالله ایجاد خواهد شد. هموطنای عزیز و گرامی ما، نظریات و دیدگاه ما را شنیدین. در آخر خواسته چند ما از شما دارم به عنوان فرزندتان، به عنوان کسی که شما اعتماد کردین و اعتماد میکنین که امی خط و مسیر ادامه پیدا بکنه. یک علاقمندی ما امیست که شما معقولیت نظریات ما را پیش خود وزن بکنین. بیاین که تا در فضای اعتماد و همدلی با همدیگه همکار شویم. علمای کرام که چراغ راه ماستند، تقاضای ما است که با حضور پرشور خود و با دعا، همکاری و مشوره خود چراغ راه ما شوند. مجاهدین عزیز و مقاومتگران دلیر کشور، خواستم است که هر کجایی که هستی خود را منسجم ساخته، منظم ساخته بخیر خود وصل بکنیم که خطر در کمین است و باید فکر آخر ما را، فکر انتهای ما را از امی ابتدا بکنیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. جوانای عزیز، روحی جهاد و مقاومت و دفاع از کشور و مردمتان را متکی به خط و مشی قهرمان ملی کشور زنده ساخته و بازوی توانای خودتان و با توانمندی خودتان دیگه و فکر ای باشین که انشالله با امی توانمندی ها و انشالله با همکاری همه مجاهدین و علما و دیگه یک جا امی خطر انشالله مشترکاً تعقیب بکنیم. باور ما همیست که جوهر آبادی کشور به زیر پای ماست. جوهر آبادی کشور به زیر پای ماست. در افقهای جهان چشم طلب گردان مکن. خود ببینیم اعتماد ما به مردم خود ما، به ملت خود ما، به جوان خود ما، به آینده خود ما، به علما و مجاهدین با عزت ما باشد. در خاتمه
به صراحت میخوایم یک بار دیگه دو چیز تکرار بکنم برادران. آرزو و آرمان پدرم آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود. به او خود باورمند میدانم و مسئول تعقیب امی آرمان. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. پدرم همیشه باورمند بود که حمایت و اعتماد بالای امی نماینده های مردم که مجاهدین و مقاومتگران است، اعتماد و حمایت بالای امی مردم خود به اندازه کافی هست که وطن در مقابل هر گونه تجاوز به دفاع بشینه و به دفاع بگیره. نیاز ما به حمایت و حضور هیچ کسی نداریم. اعتماد تکای ما به خدا و حمایت مردم و حضور خود مردم انشاءالله بر دفاع این سرزمین کفایت میکنه و ما باورمند دوستیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ما در آستانه دو اتفاق مهم پیش روی هستیم که در قدم مهم، یک دقیقه برادرم، در قدم مهم و اول شهادت امام حسین رضی الله عنه، شهید رای حق و اجری سنبله، شهادت قهرمان ملی، یکی از شاگردان مکتب امام حسین قرار داریم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. امروز تمام ما، چه از اقوام گوناگون و مذاهب گوناگون، به نسبت عید و سوگواری همه ما عزادار هستیم. از جوانها و دوستها و برادرای خود خواهش میکنم همینجا که احترامشان نهایت نسبت به عزادارای عید و مناسبت داشته باشند. همکاری خود را، احترام خود را و برادری خود را. مسعود ادامه مکتب حسین است. مسعود جدای از حسین، جدای از حسن، جدای از علی، جدای از عثمان و عمر، جدای از ابوبکر و جدای از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست. خواسته ایم از تمام جوانها، علی الخصوص برادرها و جوانهای با شوری که در روز اجری سنبله به عزاداری میپردازند، خواهش ما و خواسته ما اینمیست که احترام، نظم، آرامش و امنیت در نظر بگیرند. کاروانهایشان کاروانهای خیر و آرامش باشد. کاروانهایشان کاروان حسین و مسعود باشد. کاروانهایشان کاروان مردم و مجاهدین باشد. در همکاری با بنیاد، در همکاری با برادرایی که کوشش میکنن و مراسم ها و سالروزها رو برگزار میکنن، در همکاری با عزادارها انشالله نهایت نظم و همچنین نیروهای امنیتی ما نهایت نظم، نهایت ادب، نهایت اخلاق و نهایت عزت نشان بدن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بسیار امیجه، شجاعانه، صادقانه به نمایندگی تک تک شما میگم، در کابل به هیچ عنوان حضور و نشان دادن صلاح قابل قبول مردم کابل، خرد و کلان کابل، پیر و جوان کابل نیست. ما در خط قهرمان کشور به دفاع از مردم کابل، خرد و کلان کابل، پیر و جوان کابل هنوز هم استاد هستیم. این قابل قبول ماست، این قبول نداریم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. با حضور اینمی گسترده و حمایت گسترده شما اعلان میکنیم هر کسی کار میکنه از ما نیست و در مقابل او برخورد میشه. سلاح ما را به سینه دشمن میگیریم، سلاح خود به دفاع از ملت در خط مقدم میگیریم، تفنگ مرمی خود در دفاع از این کشور مصرف میکنیم، جان خود بر دفاع از ارزش خود، اسلام خود و دین خود انشاءالله میدیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدایا تو آن کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. این همیشه بخیر انشالله، با انرژی با قدرت چنان نعره بفرستین که زمین و زمان بلرزه انشالله. نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.